الان یه چند سالی میشه که ویکی به زندگی من اومده و با اومدنش به زندگی باعث شده که علاقم به گربه ها خیلی بیشتر از قبل بشه و تا اونجایی که بتونم به گربه ها کمک کنم. سلام، به یه ویدیوی دیگه با من خیلی خوش اومدید. این ویدیو یه ذره با بقیه ویدیوهایی که گرفتم متفاوت تره. قراره برای اولین بار برم امامزاده صالح هدفها، خواسته ها، دعاهامو توی دفترم بنویسم. بچه اولش بگم که ببخشید اگه سر صدا میاد، این بیرون مثل اینکه همسایه‌مون آهنگ گذاشته و من هر چقدرم صبر کردم که بگذره دیدم نه بیخیال نمیشم، پس صدای پشت صحنه زیاد اهمیت ندید. بازم میگم به صدای پشت صحنه اصلا اهمیت ندید، صدای آهنگی که از بیرون میاد واقعا متاسفم که اینقدر زیاد میکنن. خب الان سوال پیش میاد که اصلا من چرا این کلاه هم جدید گرفتم برای ویدیوم خوشگله. خب سوال پیش میاد که اصلا چرا من دارم میرم امامزاده صالح هدفمو مینویسم و اینکه چرا به گربه های اونجا غذا میدم. خب از اونجایی که میدونی امامزاده صالح به خاطر ارتعاش بالایی که توی امامزاده صالح وجود داره و اکثر آدما در حال نماز خوندن، دعا کردن هستن، میخوام برای اولین بار برم هدفامو توی دفترم بنویسم و نتیجهش رو ببینم و به شما هم بگم. و اینکه چرا مثلا به گربه های اونجا غذا میدم. اونجایی که خونه من نزدیک تجریشه، با خودم عهد بستم که هر سری میرم تجریش، هر سری میرم امامزاده صالح، به گربه های توی امامزاده صالح و اطرافش و پارکش غذا بدم. هر سری که من میرم گربه ها رو میبینم که میان سمت آدما داخل حرم و من که ندیدم بهشون کسی غذا بده، حتی ازشون میترسن و یه کاری میکنن که از یعنی حرم و از اونجا دور شه. پس میخوام بریم به گربه های توی حرم و اطراف حرم غذا بدیم و همینطور خواسته و هدفمون رو توی دفترمون بنویسیم. خب بچه ها من رفتم کلامو عوض کردم، گرمم بود، کولرم خاموش کردم به خاطر اینکه سر صدا نشه. و حالا چیزایی که نیاز داریم با خودمون بخوایم ببریم. اولیش که یه دفتره برای اینکه هدفها خواسته هامون رو تو دفترمون ست کنیم و شمع، برگ بو و یه خودکار، حالا با هر رنگی که خودتون دوست دارید. میدونید با نوشتن خواسته ها و تصویر سازیشون هدفها و خواسته هامون زودتر میرسیم. خب همونطوری که میدونید بچه ها، نوشتن هدف همینطوری هم نیستش که ما بیان هدفها و خواسته هامون رو بنویسیم، تصویر سازی کنیم، در دفترم ببندیم به نشونه این که به خواستمون برسیم. نه، کارمزدی داره، یه سری سیجل داره، یه سری روش داره که من تحقیق کردم این مدت برای اینکه بخوایم به هدفمون برسیم چجوری اصلا خواسته هامون رو بنویسیم، که یه سری روش، اصول، کارمزدی، سیجل داره که همه رو بهتون که برسم داخل امامزاده صالح کامل توضیح میدم. من حاضر شدم الان تقریبا، این که لباسم تقریبا حاضر شدم و دیگه شال و اینا رو سرم نکردم. گفتم قبلش بیام بهتون بگم که هدف، یه لحظه، گفتم قبلش بیام بهتون بگم که اصلا نوشتن هدف همینطوری نیستش که ما بیایم هر چی دلمون میخواد تو دفترمون بنویسیم، درش هم ببندیم، تصویر سازی هم بکنیم به بهونه این که حتما به خواستمون میرسیم. نه اصلا اینطوری نیستش. خب یه ذره دهنمونم فرش کنیم. بچه ها علاوه بر این که بادی اسپرش میزنید، اینم خیلی واجبه که دهنتون خوشبو باشه، مخصوصا تو این فصل، پس فراموش نکنید، خیلی واجبه. خب آره گفتم همینطوری نیستش که منم خودم چون اولین بارم دارم میکنم، قدیم میومدم هدفمو مینوشتم، یه تصویر سازی هم میکردم، فکر میکردم که به همشون میرسم، ولی خب به بعضیاش میرسیدم به بعضیاش نمیرسیدم. نوشتن هدفها، خواسته ها روش داره، سیجل داره، کارمزدی داره که من همه رو برسم امامزاده صالح بهتون کامل توضیح میدم. یه دونه قرص جوشانم میخورم، توش همه انرژی ها رو داره. بالاخره میخوام بهتون توضیح بدم، به گربه ها غذا رسانی کنم باید انرژی نیاز داشته باشم دیگه، پس یه قرص جوشان میخورم.
اومدم پایین اینا رو دیدم. نگاهش میکنید. این ماشینه رو نگاه برعکسه. الان اومدم پاساژ قائم. آسانسوره نمیاد. اما پله ها برم. الان میخوام تنهایی برم کافه. از اونجایی که من تنها هم سایدینیا بسته بود با این نفسم گرفت. گفتم تنهایی برم کافه. بالاخره باید یاد بگیریم یعنی یه جایی باید شروع کنیم. تنهایی رفتم. حالا سزار اینجا خیلی سر صدا میاد. صدایی نمیاد. تنها اومدم کافه. الان یه ذره معذبم واقعا. یه ذره معذبم چون که روبرو آدم نشسته. خیلی هم شروع. داره برم میبرم واسه گربه های بیرون غذا چون من مرغ نمیخورم. میبرم واسه گربه های بیرون. بالاخره موفق شدم تنهایی برم کافه. دیگه من همیشه تنهاییم رفتم کافه. حالا بریم امامزاده صالح. برای گربه ها مرغ برداشتم ببرم بهشون بدم. یعنی من که مرغ نمیخورم. یه گربه دیگه پیدا کردم بهش غذا بده. بیا 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 پیشی. بیا بیا بده. بیا یه گربه دیدم بهش غذا بدم. بیا پیشی. بچه گربه دیدم. بیا غذا بدم. این مرغایی که رستوران رو بردم و الان میخوام بدم به این گربه بخوره. بیا 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 گندم نمیخواد؟ من نشم. فقط چند تا توشه؟ 6 تا. یه چند تا میخواد؟ 2 تا؟ نه همین بس. 6 تا. بچه ها من حاجتم از امامزاده صالح گرفتم. واسه همین امامزاده صالح که اصلا میدونید کیه. امامزاده صالح برادر امام رضا و پسر امام موسی کاظمه و حاجت منو که واقعا داده. خیلی دوستش دارم. هر وقت دلم میگیره میام امامزاده صالح. الان میخوام برم داخل. عزیزانی که در شهر لیل بچه ها امامزاده صالح خیلی شلوغه.
اصلا فکرش نمی‌کردم چون امروز روز عرفه است. امامزاده صادق خیلی شلوغه. خب الان اومدیم اینجا جمعم خریدم که زودتر منفیس کنیم خواسته هامونو، یعنی زودتر جذب کنیم خواسته هامونو. و برگ بو که روی برگ بو خواستتون رو می نویسید. الان دم اذان خواسته هامونو نوشتم اینا، حالا بقیه‌شو خودم میرم می نویسم. خب بچه الان اومدم یه جای خلوت، میخوام الان نامه و خواسته ای که دارم رو بنویسم. به خدا الان اینجا داره آتیش میگیره، یعنی الان که یکی رو اینجا رو ببینه میاد به من گیر میده. شمع روشن کردم، نگاه کنید فقط اون خدا، یکی میاد به خدا به من گیر میده و داره خاموش میشه. بیا پیشی گربه رو میبینی دارم بهش غذا میدم. بخور بخور بخور. بخی گربه رو. توی امامزاده صالح بچه ها اینجا یه ذره داشتم مدیتیشن میکردم با اینکه خیلی شلوغ بود، ولی در حد یه 3 دقیقه‌ای مدیتیشن کردم. اون تصویر زدیم و خواسته اون نوشتم یا الله یا حسین جان اگه بیایی رو الله اکبر دلمون کجا رفته اومدن مسلم و دستاشو بستن. بیا بخور، بیا بخور. همین الان رسیدم خونه، یعنی خیلی شلوغ بود. چرا اینقدر واقعا شلوغ بود؟ یعنی خیلی شلوغ بود واقعا امروز.
من یعنی هر جا که میخواستم ویدیو بگیرم باید میستادم نیم ساعت، هر کی که اونجا نشسته، هر شخصی که اونجا نشسته بلند شه، بعد از نیم ساعت برم ویدیو بگیرم. حالا هم نگاه میکردن چون روز عرفه بود خیلی شلوغ بود، ولی من تا اونجایی که تونستم براتون ویدیو گرفتم. الانم بستنی ویکی رو دارم بهش میدم، بعدش حالا غذا رو میدم. گفتم بچه‌م خونه بوده چند ساعتی، به دوستاش غذا دادم، به اینا بستنی واسش خریدم بدم. وینستو خیلی دوست داره، عاشقشه. خدافظ. خب خیلی شلوغ بود. آره بعد تا من که رسیدم خونه، یعنی من 2 ساعت تموم این موهام زیر شال، زیر چادر اینجوری چسبیده بود به کف سرم، همه موهام گره خورده بود، یعنی همه موهام گره خورده بود، کنده شده بود. گفتم بیام خونه، یعنی تا رسیدم خونه گفتم که بیام سریع موهامو شونه کردم، لباسم هم که خب عوض کردم، اومدم براتون بقیه ویدیو رو بگیرم، چون که توی امامزاده ساله نشد که من برگه کارمزدسوزیمو آتیش بزنم. برگه بوم آتیش زدم، هدفم هم نوشتم، ولی برگه کارمزدسوزی رو نتونستم آتیش بزنم چون که خیلی شلوغ بود. اونجا هم خب خیلی دود میکرد دیگه، منم نتونست خونه برگه کارمزدسوزیمو آتیش بزنم چون واقعا اونجا خیلی شلوغ بود. از اونجایی هم که میدونید روز عرفه روزیه که تمام خواسته ها، دعاها مستجاب میشه. پس منم قسمتم این بودش که روز عرفه برم امامزاده صالح هدف و خواسته هامو زیر نور ماه بنویسم و نتیجهش رو بگیرم. مطمئنم که نتیجهش رو میگیرم، ولی بازم هرچی شد میام به شما میگم. خب من گفتم که اونجا چون که خیلی شلوغ بود برگه رو نتونستم آتیش بزنم، گفتم بیام خونه برگه کارمزدسوزیمو آتیش بزنم و همینطور به شما کارمزدسوزی رو بگم، چون بهتون قول دادم که اصلا چجوری کارمزدسوزی میکنیم و بهتون یاد بدم. پس بچه اگه از این ویدیو خوشتون میاد پیج من سابسکرایب کنید و زیر این ویدیو نظراتتون رو کامنت کنید، بگید که اصلا از این ویدیو خوشتون اومد، چه ویدیوهایی دوست دارید، چون که میدونید پیج من ولاگ روزمره نیست، من چیزایی که بلدم، حالا راجع به درسمه، جایی که میرم، تجربه هایی که به دست میارم و براتون ویدیو میگیرم. پس اگه دوست داشتید پیج منو سابسکرایب کنید، نظراتتون رو کامنت کنید دیگه، هر نظری که داریدم زیر همین ویدیو برام بنویسید. خب بچه‌ها کارمزدسوزی اصلا به چی میگیم؟ کارمزدسوزی ما مثلا زمان قدیم یه سری خواسته ها داشتیم، یه سری هدف ها داشتیم، مثلا یه نفر رو دوست داشتیم، سنمون پایین‌تر بود، یه نفر رو دوست داشتیم، یا مثلا به یه سری هدف ها رسیدیم، یا دیگه الان اون هدف و خواسته دیگه برامون واقعا انقدر مهم نیست. میام اون خواسته ها و هدف ها رو که خیلی زیادم نیست، چون واسه منم یه برگه خیلی کوچیک شد، توی برگه مینویسیم و این ارتعاش رو میدیم به کائنات، که ما دیگه این خواسته رو نمیخوایم و جایگزینش کنیم با هدف و خواسته های جدیدمون. با سوزوندن اون برگه به کائنات میگیم که ما دیگه این هدف‌ها رو نمیخوایم و اونو جایگزینش کن با هدف‌های جدیدمون، چون این هدف‌هایی که قدیم دوست داشتیم، خواسته‌هایی که بچه بودیم الان واسمون زیاد اهمیت نداره، بالاخره توی کائنات یه فرکانس و یه ارتعاشی دارن دیگه، باید اون فرکانس و ارتعاش رو از بین ببریم و اینو به کائنات بگیم که هدف‌های جدید و جایگزین هدف‌های قدیمیمون کن. همین. الانم من برم برگه کارمزدسوزیمو آتیش بزنم، برگه بومو که آتیش زدم، هدفم هم که زیر نور ماه نوشتم.